همراهان عزیز، من آنایتا کلانتری هستم، فعال در حوزه تحقیقات بازار و با تمرکز بر تحلیل دیتا و رفتار مصرف کننده امروز در کنار شما هستم. ما توی بازاریابی اومدیم نسل‌های مختلف رو به بخش‌های مختلف تقسیم کردیم. همونطور که مشخص هستش ما 6 تا نسل بازاریابی داریم. اولین نسل بازاریابی مربوط میشه به نسل خاکستری یا گری جنریشن. بعد از نسل خاکستری نسل بیبی بومرز ها رو داریم. در ادامه نسل ایگرگ، نسل ایکس و نسل زد رو داریم. نسل زد زمانی به دنیا آمد که این دنیای دیجیتال حضور داشت. این ویژگی باعث شدش که نسل زدی ها کاملا یک نمونه بارز از دیجیتال نیتیو ها باشند. کسب و کارها و استارتاپ ها باید از این ورودی ذهن نسل زدیا استفاده بهینه رو بکنن. یکی از استراتژی هایی که میشه استفاده کرد برای این نسل استفاده از استراتژی سولومو هستش که میگه سوشال، لوکیشن و موبایل. ترکیب این سه عنصر با همدیگه توی یک مثلث میتونه به کسب و کارها و برندها کمک بکنه تا بتونن تجربه های شخصی سازی شده ای رو به این افراد ارائه بدن. نسل زدی ها میتونن به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تصمیم خرید پدران و مادران خودشون تاثیر بذارن. ویژگی ها و خواسته های نسل زد با سایر نسل ها متفاوت هستش و رویکردی هم که ما نسبت به اینها داریم باید متفاوت باشه. ما در آژانس تحقیقات بازاریابی ریلوک در کنار شما هستیم تا بتونیم این راهو برای شما هموارتر بکنیم و سرعت ببخشیم به رسیدن شما به اهدافتون. ممنونم که به من گوش دادین. متشکرم.